آقایون سلام و درود، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز باید با هم بریم دونات SMP پلی بدیم. امیدوارم که خوششون بیاد. محمد اکانت خریدم. محمد بسوز اکانت خریدم. آره داداش. خب آقا بریم سراغ گیم. و من یه ساعت پلی دادم و 2 میل پول در آوردم. چجوری پول در آوردم؟ پلی را بهم دادن. آره به همین سادگی. خب بریم سراغ گیم. لایک دارم. خب آقا کجا بودیم؟ من یه دونه بیس پیدا کردم. همینجوری شانسی رفتم یه بیس پیدا کردم. الان میخوام برم ریدش کنم. من وایسی من آیتما رو بخرم. ریدش یک خریدیم دیگه. خب ما بریم واسه ریدش اسمش بوم بزنیم. بعد تلپورت کنیم بشیم آنلاین. انرژی آنلاین دوتا الان بریم واسه ریدشون. طرف من رو دیده آفه. آقا بریم. این فقط من باید یه آیتم بیارم بزنیم. کی به چه خبر؟ بزنیم پیککس بیا. 33 که این خیلیه. چرا نمیتونم بکنم؟ نت خرابه. من که میمیرم باید دوباره بیام. هم. هم. میرفت آیتماشو بیاره. Give me my money. برو اونور برو اونور. برو اونور برو اونور. اینا واسه من. آقا بنازم بنازم. همچین رید باحالی نبود ولی خب یه رید کوچیکه بود. تازه بیس ساختن. یه دوباره یه ازش بزنیم بریم اون شهر خرابش کنیم. دکم خوب بش. خب تلپورت کنیم. یازده تختش آبی بشیم. این هم هست. چیزیمون چیزی نمون. خب حالا همچین ریدی نبود. یه بیس کوچیک بود. خوبه یه دوتا آیتم برداشت. ببینیم آیتم چی بود توش. ببینیم آیتم. خب باز نمی کنه. را ضعیفه. خب یه مون خرابه. یه مون درست کنیم. بله دیسی داد برد. من ازم پینگ ایران. بازم باز نمی. ما یه دقیقه نواز کرد باز.
این آیرون عکس داد. یاره یه چکی بکنیم. اوه بناس به خوبی نبود ولی خب اوکی بود. آقا ما هم بریم یه بیسی بسازیم. فقط برم مکانش رو پیدا کنم و بریم اساس به ساختن بیس. خب فقط تصمیم گرفتم همینجا بگیرم بیس رو بسازم. بریم پایین ولی خب بعد دوباره برگرد. فیلتاش هم داره خوبه. هم یه یاروی اومد اینو بنداخت. خب الان اینجا یه ست هم زدیم. بریم بالا ببندیمش. آره خب الان بریم تو خونه. بریم اینجا. هنوزم برم نمیخوام هنوز بیس رو بسازم. آره از اینم میخوام بیشتر برم. خب آقا بشین بیس رو بساز. چین بریم بیس رو بساز. وایت دادن اینجا قبلا یه بیس بوده. خب دوستان یه کمی رفتم و الان قرار اینجا رو تبدیل به بیس کنم. آره واسه ساخت فارم نیشکر صدای میاد. ساخت فارم نیشکر دیگه باید برم تو یوتیوب ببینم. آره وایس آقا بریم ویدیوشو تو یوتیوب ببینیم بعدش بریم اینجا بساز. خب آقا اینم از فارم ما. من چجور از رسول یاد گرفتم اینو. آره گفت که اگه اینا اینجا باشن این میاد همشون میرن از اینجا میاد بعد اما حالا دیگه من نمیدونم باید چند سال صبر کنیم تا اینجوری درست شه. بله ولی خب ساختیم. مهم اینه اولین فارممون رو آیتمان اینا بفرست صاف کنیم.
فهمیدم بقیه رو. باید وایس می‌بینیم چند ساعت دیگه اصلا یکیش در میاد، در نمیاد. اینو نمیدونم. آقا ویدیو رو به پایان میرسونی و ادامه‌شو میذارم واسه فردا. الان خستم و ویدیو بعد خداحافظ.